دوستان خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. شما اومدم امروز بهتون یاد بدم که چجوری میتونید تصویر خودتون رو بیارین داخل ماینکرافت. شما اول میان اینجا سرچ میکنید ماینکرافت. بعد اینجا سرچ رو میزنید و اما میان پایین حالا میزنید اینجا ساختمان های جدید برای ماینکرافت و اما شما میان پایین اینجا میزنین حالا روی این بقیه برنامه های سازنده. اینجا این برنامه سازنده پیکسل آرت برای ماینکرافت که میتونید همه وسیله های دوست دارید رو بیارید داخل ماینکرافت. اینجا میتونید بیاین اینو نصب کنین که این داره شارژ من تموم میشه. با این نصب کنین. من حالا اینجا یه دونه عکس انتخاب میکنم و اما الان مثلا این عکس بوگاتی رو انتخاب کنم و اما اینجا خب اینجا اینو میزنم اوکی. خب اینجا نه، اینجا کریت بوی فیلت. خب اینجا میگه کجا میخوای بذاری که من مثلا اینجا میخوام بذارم. نه چرا اینجوری؟ چرا اینجوری برعکس داشت کنم؟ همینجا میخوام بذارم. اوکی اینجوری. خب اوکی. خب اینجا الان اوکی شد. میگه خب الان که این اوکی شد، حالا اینجا که اوکی شد، خب این الان اوکی. اینا خب الان این اوکی شد. خب اینو اینجا بذار. حالا اینجوری. خب اوکی. الان اینجا ماینکرافت رو باز میکنید. اول ثانیه صبر کنید. اینجا ماینکرافت رو باز میخوایم بکنیم. فقط بلوتوثمون روشن میکنیم. خب الان اینجا ماینکرافت میکنیم بازش کنیم. خب اینجا ماینکرافت اسم باز شه. اینجا خب فقط الان که عکس رو انتخاب کردیم. الان اگر باز بشه خب واسه باز شه واسه بدور استوب. نه الان باز میشه. نه بلکن واسه استوب کنم ویدیو رو. استوب نکردم ویدیو رو ولی خب اومد. خب اینجا خب این اولین مپی که اومد رو انتخاب کنیم. خب کنیم وای میستین تا بیاد. من اینجا خب شما الان اگر برگردین همچین چیزی رو میبینید. نکنین چه خفنه. همچین چیزی و بوگاتی رو میبینید. نکنین چقدر خفنه. این بوگاتی خیلی خفنه خداش. خیلی خیلی خفنه. حالا اینجا هم که زدم این نمیدونم چرا دفعه اول اینجوری برعکس بود و اما جا رو نگاه. خیلی قشنگ شد. و اما هر کس توی این ویدیو کامنت بذاره پروفایل منو درست کن، من پروفایلش رو درست میکنم و داخل ماینکرافت براش درست میکنم و اما اینجا میذارم. خیلی قشنگ میشه. و اما اینم از ویدیو. خیلی ویدیو خفنی بود. خودم خیلی خوشم اومد. و هم واسه بیام پایین یا نکنید. الان برم اینا یک عالمه ویدیو از این ویدیو دیدین که مثلا میگن از اونای مثلا میان یا 2-3 تا از این بلاکا رو ور میدارن. الان نکنین میان مثلا این تو مثلا میان سنگو ور میدارن. نه میان سنگا رو ور میدارن. نه میان اینجا سنگ ور میدارن.
این سنگ رو پیدا کنم. این کجاست؟ نه بیایم پایین. اینجا اینجا سنگ کجاست؟ نه چرا نمیاد؟ بیا اینجا. نه اینجا سنگو ور میدارم، بعد مثلا میان اینجا پایین تر. مثلا اینجا پشم کجاست؟ پشم اینجاست. پشم ایناش این توی پشم. خب میان اینجا بعدن مثلا پشم توسی هم ور میدارن، بعد میان مثلا اینجا رو میان خالی میکنن، بعد مثلا اینجا این پشمام خالی میکنن، بعد میان اینجا میکنن، بعد میان اینجوری میذارن، بعد اینجا پشمش میذارن، بعد میان جلو میرن عقب. عجب چیزی ساختن، مثلا عجب چیزی ساختن. خب رفقا اینم از این ویدیو. اگر خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنین و کانال منو ساب کنین. خداحافظ.